السلام علیکم. در خانه زیر شد. یک بچه به خانه رفته چای نوشد. صحبت کنم. نفهمیدم. چرا خیستند؟ خودش چی گپ؟ بدر، تو سببش را بهترش از دخترت جمیله پرس. چرا از دخترم پرسم رئیس؟ اوزم جمیله جمیله او جمیله جمیله دختر کجاست؟ نمیدونم. جمیله 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 نه آرمانده است نه ناموس. ای کاری جمیله کرده رو بینیده؟ آیا از جمیله چشمدار بودی؟ میدونی قزبان با دکتر گپ زدنش رو شنیده. پدرش رو در پیش خودش شرمنده کرده. نه جمیله این کار رو نمی کنه. شام بخیر پدر. این چی کاره بود که کردی؟ گبزان میگویم گبزان بشکرو میگویم بشکرو. ناموسمان را یک پول کردی رزیل. جمیله کجاست؟ در خونه. ایستا جمیله این خیل دختر نیست. شاید تهمت باشد. معلوم است که فریب خورده است. او را عذاب ندید. بس کن. او را نزن. بلا زند ما را شرمنده و رسوا کرد. شخیل با چشم مردم نگاه میکنیم. مردم چی میگوید؟ ناکس. همینو همون آزنی سگ را زنده نمیگذارم.
چی شد؟ آسگی بیناموس را یافتی؟ نیافتم پدر. و گزیلچه رفته است. دیلا گفت که فردا سحر می آید. هیچ چیز نگفتم. فردا این کار را تمام میکنم. خوب، این کار را به تو میسپارم. بابا ابراهیم یاری دید نکشن. بابا ابراهیم تنها شما آنها را داشته میتوانید. زود باشد بابا ابراهیم. دیلا کمزلم رو ده. حالا همه اشون جمع شدن. همه اشون در آنجایند. قرار برآوردن جمیله را میکشن. بیعقلی کردی جمیله. یگانه راه همین است. این رو گیر. خوش آمدید. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باشید. درد شما درد من است. با خون ریختن کار بود نمی شود. چی مسئولیت میدید بابا ابراهیم؟ اول جمیله را از دیها برید. بعد یگان چورش رو میابید. لیکن دختر را نکشید. ناحقی می شود. شما کردان نشوید بابا ابراهیم. این مسئله ما است. ناموسمان دو پول شد. حل کردنش در گردن ما است. خاموش باش. ناحرمتی نکن. گپت را دانسته زن. ببخشید بابا ابراهیم. جوانی بیعقل است. اما ما را هم فهمید. دختر ناموس خاندان را داغدار کرد. از روی عرف و عادت جزایش معلوم. بله رشید جوان است و خطا کرد. جمیله هم دختری جوان است و خطا کرد. بیعقلی کرد. بیا این کار را نکن بده. این یک عادت خطا است. باور کنید خطا است. این ظلم است. و در دینمون این جای ندارد. جزای هر یک خطا را تو دادن نمیتوانی بعد. این عادت خطایی که سالهای سال دوام دارد تو ادامه ندید. برای گپ مردم شده فرزندت را حیف نکن. در نزد خداوند حسابش وزنین است. برای یگان کس نیست، تنها برای رضایت خدا. این کار را نکن. این عادت در تو خاتمه یابد بعد. یک طرفیست پسرم پیش راهی دکترم نگی کنین تو بیا آفرین من همین خیلی باید ابانه راه کرد خداوند پیش راحت را کشاید پسرم انشالله و تو راهی سفید پسرم لازم نبود این همه رو من چخیل بخورم میخوری تو آدمی گوبله هستی زحمت کشیدی برویم آقای کبیر. ای محمد مهمان را تان سراغ بردن را فراموش نکنی تشکر زیاد این مهمانداریتون رو اصلا فراموش نمیکنم آقای زینال راحت سفید در امانی خدا باش سلامت باشید راحت سفید در امان خدا باشی ما انتظاری شماه حتما بیاید حتما شما رو باز بیاید ما رو فراموش نکنه
ساختار چی می‌لرزی؟ نترس بسیار آسان است انگوش را زیر کردی تمام فهمیدی چرا گریه میکنی؟ یا اینکه او را نمیکشی با او رحم نکن او با ما رحم نکرد شرفمون رو داغدار کرد اکنون جزایش را میبیند مادام که جمیله زنده است در اینجا ما سر ما رو برداشته نمیتوانیم این را نزدان احمد تو بچه ای جسوری نترس زیر کن گفتم درا گریخته است جمیله گریخته است پدر هوشیار باش از اینجا به یگان جا نرم اگر ما رو در اینجا یابند چی؟ خواهد نشد تو را در اینجا کسی نمییابد نترس تو پدرت را راضی کردنی بابا ابراهیم تو در اینجا میمونی احمد بابا برادرها را خبر ده در چایخانه جمع شوند خوب شده سکا همه کنج و کنار دیه را کابید فهمیدی؟ از خانه زلال سر کنید مادر جان اگر خسته باشید نروید من خودم میروم نه دخترم تو در خانه ایست من میروم این کار را حل کردن لازم از خانه نبرو که به حقدارها باوری نیست غم بالای غم اومد رشید سلاح گرفته آمد مادر دیدم چه گپ است رشید؟ جمیله گریخته است مادر چه نشسته مرگش را انتظار میشد همینطور؟ برفین آنها خواهرانند البته جمیله را پشتیبانی میکنند برای جمیله آمده باشی او نیست اگر به من باور نکنی در اومده بین باور میکنم مادر بگذار گفته شما شود دخترم از خانه نبرا من زود میآیم خوب شده مال خوب بوده است بابا ابراهیم یشر بهایش رو میدوند گفت تو چیزی گویی قبول میکنی بهایش را میدانم لیکن در عین زمان امکانی خریدن آن را ندارم التماس برادر باور کنید پول ندارم
به بابا ابراهیم سلام رسانید. ملال نشود. میرسونم. چرا ایستاده اید؟ کمی از پس کارتان شوید. خواست شما شد. نفرختم، نگرفت. هر دو دخترم را میبرد. خداوندا یاری ده، یک دری برای ما باز کن. ببخشید. گوش میکنم. من باید به دهه آبی کلان روم. بعد فکرم برگم زدم. نینی رهگم نزده ای. به این طرف گرد. دهه در آنجاست. بخیر است؟ چی رو می جویی؟ یک برادر دارم. به عیادتش می روم. تشکری زیاد با شما خاله جان. با آن دختری بیناموس در این ده جای نیست. پیش از جمیله دختر را باید یابیم. جزای آن بیناموس را میدهیم. چرا ایستاده اید؟ با من بیایید. حتما باید جزا میابیم. ما را بدنام کرد. همون را بدنام کرد. آیا با ده رسیدیم؟ بونگای تیبی در کدام طرف است؟ در این طرف. تشکری زیاد. جزا دادن نکن. برو میابیم. برون برا دختری بیناموس. بیناموس. زنی. برا گفتم. برا. بیناموس. بیناموس. نامرد. دشمنی. شکنه. شکنه. برا. برا دکتر. برا. بیشتر. نامرد. برا شکن. Ali ti beinamوس. بیمارخانه را دیدن لازم. بله با آنجا میرویم. اما چرا میکوبیم؟ باز دستمون نمیگریزد. یک قسمت آن ده را کوبید. قسم دیگر تا نقطه تیبی را. رفتیم میابیم. مامان هم پارتوه؟ ما دور. یک کس میوید. گریزید. گرفتیم. گریزید بچه ها. گریزید. این آدم بگونه است. نگریزید بچه ها. بچه ها بونگوی تیبی در کجاست؟ در آخری رو بچه گردید. باز و دست نفتید. برا ببرون نامر. برا کش حد کار. برون برا بیناموس. برا. داره.
خودتون رو میاده وقتی که زمین مشاهده میاره از وقتی مردانه چیزایی نمیکنید نمیدانی که سالا تا خطا حتمتون رو میاده داد رو میبینید تو در همین جایی و برو برو شما چی دوامت تو کارگار نشو یک طرف ایستا چی کار میکنه دکتر همه جا رو تگرو کنه زود باشه شما همه جا رو خورده آخرین بیمارخانه است ایستید شبهای خوب بوده است بچه ها این را دل دور نرفته است یک باخشه رو هم دیدیم ایوا با دست افتادیم بچه ها گریخته ها میگرزه زودتر ایستا نبینه دیدیم ایستا نبینه بس کنید التماس بس کنید در اینجا چه بخیر از برای خدا بس کنید آخیر چند بار گفتم به شما من نمیدونم به کجا رفتنش رو به من گپ نمیزند تو کشتی؟ وای من دوست دکتر روزن هستم یعنی برادریان بیناموس هستی ها؟ او در کجاست؟ در کجا بودنش رو نمیدونم من از استانبول میام دروغ نگو آرام اگر برادریان دشمنی بیناموس باشید پس در کجا بودنش رو میدانی آفای دیلو زودتر بیاید پسری اما که حامد رو پروندن با کجایش؟ با فکرم بسینه‌اش خدایا این جنجالتون رو ماندو اول به کودک یاری دهید شاید به شهر بردن لازم آید به شهر بردن ناممکن است کاری تو چی؟ تو خودت کی هستی؟ من دکتر اینقدر یکروی نکن بهادر بیا از این کار روی گردان بازیست بدر دردی دخترم برفین به من بس است باز غمی جمیله به من نمی رسید دخترت را ببخش وضعیت چه است رشید؟ دکتر نیست پدر گریخته رفته است چی؟ یعنی جمیله با او رفته است دکتر را جستجو نمودند تصادفاً پسر حامد را پراندند واه و کودک یگون چی شده است؟ نمیدانم خبر ندارم آقای بدر چشمانت را گشاد اولین خون ریخته شد باز دوام میدهی بدر یگانه کسی که خونریزی را بس بکند این توی دیر نشده است عقلت را کار فرما حیات دخترت را نسوزان علی چی شد پسرم پسرم علی چی شد علی چی شد پسرم علی کی پران پسرم چشمت را گشا کی پران در پس کوتاه بود دکتر گفتی این تو من تو را میکشم اگر با پسرم یادگار شود این دانم میمونم ایستید جنجال نکنید مثل کودکان علی را فکر کن حامد پسرم بیجا جانم پسرم خدایا پسرم ای باز تو که هستی شب از بابای پسرم دیلو چه خیلی است خون رفته شده است خون رو من کردن لازم پسرکم نجات میدهیم تو رو دیلو یگان کار کن من چکار کردم میتوانم دکتر نیستم من دکتر دکتری تو از کجا پیدا شدی این کس دوست دکتر اوزن میباشد یگان روی مالی توزه دهید روی مال انا رومول شگیر انا مثل دارید کودک رو جراحی کردن لازم در حال به شهر میبریم
تو به شهر رسانیدن نمیتوانیم. اگر در حال جراحی نکنیم میمیرد. تیاری بینید، از پا را بیارید، زود باشد، زود. چی نشنیدید؟ اما که همید جراحی کردن لازم، شهر بسیار دور است. دور هم باشد ما علی را میبریم. شهر خیلی دراز است، از خوروی زود میمیرد. من پسرم را میبرم، من علیم را میبرم. شنیدی دکتر چه گفت؟ پسرم در را میمیرد. چی نبرم و در همینجا بمیرد؟ جراحی را من میکنم. با تو چی خیل باور کنم؟ آیا یگان چاره دیگر داری آمید؟ کنی کمک کنید بردارید و بونگاه تیبی بودن لازم. آیسته بردارید زودتر دارا کشوید آیسته احتیاط کنید. دکتر اگر با پسرم یگان چی شود تو را زنده نمیمانم. کمی دیگر نغمه کنید، کودک را از دست میدهید. دکتر تو او را نجات دادن میخواهی، اما اگر کودک بمیرد اونها تو را از اینجا زنده بر آمدن نمیتوانند. چیکار کردید مادر جان؟ وضعیت جمیله بد است. گفت رو هم فروخته نتوانستیم. گریه نکن دخترم، دیگر چاره نداریم. خیز برای جمیله خوراک تیار کن، آب هم گیر. برفین هوشیار باش کسی نبیند. خوب شده است مادر جان. التماس چیزهای لازم را تیار کنید. اگر شفای یافتن پسرتان را خواهید لطفاً به بیرون برآیید. آقای دکتر راست میگویند. کنی برایید همه از اینجا. زودتر. دکتر اگر به پسرم یگان چیز شود فقط همین رو یافته توانستم. آقای دکتر توزه کردید؟ بله. در این خیلی شرایط جراحی ناممکن است. چرا دیگر نداریم. آقای دکتر اگر کودک میرد میدانم، من هم میمیرم. نبض گم می شود. این رو گیرید. بیمار را از دست می دهیم. خدایا کمک کن. خدایا مدد کن. خدایا کمک کن. خدایا کمک کن. آقای دکتر بله. در این خیلی شرایط جراحی رو بزیمه نگیرید. روی دیگر نیست. توکل میکنیم.
پینهان نشوید، دفعه بشید. شما را دیدم. چرا از پسم اومدید؟ جمیله در کجاست؟ گمان کردید که شما را به نزد جمیله میبرم؟ پنهان شده از پسم اومدید. شرم نمیدارید؟ جمیله را در کجا پنهان کردی؟ گپ زن. نیست جمیله. برفین ایستا. نرو، جمیله را در کجا پنهان کردی؟ جمیله را پنهان کردند، اما در کجا نفهمیدم. یعنی همراه دختر نرفته است. زلال او را در کوه پنهان کرده است. حاضر میفهمیم. با خود بیا. با دقت باش. کودکی بیچاره حیف شد. آروم شد. بیچاره کودک. بیچاره. رکم بابا جوشی بابا. بیچاره کودک. تمام بس کنید و خوب نشود. گریه نکنید. صحت میشود. رکم چی بابا. تشکر دخترم. جمیله را در کجا پنهان کردی زلال؟ تا نبخشید به شما نمیگویم. تو به این کاردار نشو. کاردار نشوم؟ وقتی که زنت بیمار بود به جمیله کشید داد. رشید را کی کلان کرد؟ زنت سالهای دراز بیمار بود. آیا یک روز کودکانت را گرسنه نگذاشته؟ هر روز خانه‌ات را تازه نمی کردم. آیا بعد مردن زنت به کودکانت مادری نکردم؟ آن وقت به من کاردار نشو نمیگوید. این خلقت نزن زیلا. اگر جمیله را نبخشید فهمیده گیرید حقم را به شما حلال نمی کنم. اگر برای جمیله شرمنده شده باشید از زیه برآمده روید. جمیله دختر جوان و بیعقل. معلوم که دختر فریبش داده است، اما با خون از میشستن گناه را نکن بادر. دخترم زلال راست میگوید. اگر بسیار شرم داره دیه را ترک کنید. در یگان جای دیگر برای خود حیات نو سازید. این از درد فرزند وزین‌تر نیست. بادر چه خیلی باشد نباشد او دختری تو است.
با من ده وا چه خیلی ماشین چه زیبا این رو کی ساخت؟ پدرم ساخته دادم بچه ها بیا بازی کنی؟ نه من خودم بازی میکنم چرخوش اینقدر زیبا؟ رفته ایسته با کجا میروه؟ آقای دکتر تپش دل من شد حالا هم نبرآمده است و این آدم باور کردن خطا بود. حامد خدا نکند که خیلی نگوید که خدا نگاه دارد. شاید علی مرده باشد، از خبر دادن میترسد. خب زیلال، جمیله رو بیار. فردا سحر دیه را ترک می. ناموسمان چی می شود؟ به جمیله یگان کس زیانی نمی رساند. به نام خدا قسم یاد کن بدر. به یگان تار موی جمیله آسیبی نمی رسد. به نام خدا قسم می خورم بابا ابراهیم. جمیله نترس. جمیله این مویم. رفتیم دخترم به خانه میرویم. اونها مرا میکشن. نمیکشن. بابا ابراهیم پدرت رو قسم دادن به یک موی سرت ضرر نمیرسد. بیا دخترم. جمیله چی شد؟ تو رو بخشیدن، با چی میخواهی؟ شهر میدارم بدیر بر اومده نمیتوانم. چه خیلی به چشم همسایه ها نگاه میکنم. چه خیلی نمیتوانم. باید رویم دخترم، ما را انتظارم. آنها تو را بخشیدند. گریه نکن. گریه نکن. دختری بدبختم. پسرم چخیل از دکتر. سفر پسی سر شد. نجوجه تشکر دکتر. حالتش چخیل از شکر خداوند. کودک زنده میماند. اول کودک را بینیم بعد با تو گپ میزنیم. مایلش بینید. لیکن بیمار رو از اینجا برید. اینجا شرایط خیلی بد است. آیشا میدونی اپای جمیله چکر کرده؟ نه نمیتونم. همراه بازی میکنه؟ نه دیگه تو رو نمیخوایم. رفت از اینجا. دیگه مورا نزدیما نبیو. فهمیدی؟